هموطنان عزیز و مهربانم سلام. دوستان عزیز، امروز میخواهم درباره یک سوالی که شما میخواستین که من جوابش را بگویم صحبت بکنم. دوستان میگویند که شاید منوچهر کوهستانی در یگان حزب و حرکتی باشد، چون یک فتنه انداز بیرون شده است و میخواهد که مردم را بترساند که منوچهر کوهستانی از فلان حزب و از فلان حرکت است. من برای شما صریحاً میگم این نفری که میخواهد در بین ما تاجیکا جنگ با اندازه، این نبیره چنگیزخان است. این خودش تاجیک نیست. به همون خاطر وقتی که میبینه که مردم میخواهند که با زبان صافی تاجیکی سخن برانند، وقتی که میبینه مردم میخواهند که همیشه یعنی تاریخ تاجیکان زنده باشه و درباره علم صحبت بکنن، دیگر این بیچاره نمیتونه که طاقت بکنه. چرا من این نفر را نبیره چنگیزخان میگویم؟ چون دوستان همه شما میدانید که این نفر نبیره چنگیزخان است. وقتی که هویت تاجیک نیست، وقتی که خود تاجیک نیستی، وقتی که بومی نیستی، بله یعنی که جا داره که در یک کشور زندگی بکنی، اما حق نداری که تاجیکا را با همدیگر جنگ بدازی. یک زن پیش اوش میره، از اوش یک چیز میبینی و درباره او گپ میزنی که مردم تعریفت کنن، مردم یا نمیدانم که به خاطر 4 تنگه‌ای که میخواهی کار بکنی کمکت کنن. همیشه کوشش میکنی که نشان بدی که وطن دوستدار هستی، همیشه کوشش میکنی که به مردم نشان بدی که تو مهاجرای تاجیک در روسیه کمک میکنی، اما تو مردم نه اینکه مسخره، تو به مردم خیانت میکنی. اول اینکه تو انسان هستی که بدبین فرهنگ هستی، بدبین زبان تاجیکی هستی. تو مثل همون قرباقای هستی که وقتی که دید که اسپان را نعل میزنن، اومد پاک شاهوش کرد که اینم نعل بزنن، که اون نعل از پاهکاش کلم اومد. خب دیگه او تفسیر دیگریش نمیگم که با چند شب خوابت نبره. به همون خاطر تو هیچ وقت فکر نکن که تو میتونی مردم تاجیک بترسانی که یک نفری که مثلا مثل من در هیچ حزب و حرکت نیستم و فقط فکر و اندیشه خودم را میگویم و میخواهم که مردم را به خاطر علم و به خاطر زنده ماندن تاریخ تاجیکان دعوت بکنم. اون ویدیوها و اون ثبت‌هایی را که تو نشان میدهی، اونها مال قبل هستند، اون کارهای چند سال پیش هستند. دوستای عزیز، به این فتنه دادن نشوین. این فتنه هست که این نبیره چنگیزخان میخواهد که بر سر ما و شما بیارد. یک بار جنگ های برادرکشی را در یاد بیارین که مثل همین نفران مردم ما و شما را جنگ داختند، چون ما در خانواده خودمان این چیز دیدیم، چون ما دیدیم که همین نفران مثل همین احمق مردم با همدیگر جنگ داختن. ایشا گفتن تو از این گروه هستی، ایشا قتل کردن. امروز این فرزند چنگیزخان در داخل اینترنت میخواهد که ما و شما را دوستای عزیز جنگ بدازد. شما فراموش نکنید که به خاطر چی انسان بر ضد من میخواهد که صحبت‌های بد بکند، چون که من درباره تاریخ تاجیکان گپ زدم. وقتی که فهمید که این تاجیک نیست، وقتی که دانست که من یک روز خواهم گفت که تو تاجیک نیستی و حقی صحبت کردن نداری و حقی بگیم که اختلاف داشتن در بین ما نداری. به همون خاطر دوستای عزیز اینها را خوب بشناسید. باز هم یک بار دیگر دوستان، من از هیچ حزب و حرکت نیستم. اینهایی که گپی بد میزنن، دشنا میکنن، اینها باید خوب بدانن که فرزندهای فرهنگ، فرزندهای علم و پیشرفت هیچگاه
مثل اینها نخواهند شد. من یک بار دیگر از تو دعوت میکنم. معلوم هست که نبیره چنگیز خان هستی، معلوم هست که میخواهی در مابین تاجیکان تفریقه بیاری. تو شرمنده دین هستی، فخر دین نه. این را باید خوب بدانی. در حکومت تاجیکستان هم مثل تو نفرایی که مثل روبا هستند در کار نیستند. در اوجا هم تاجیکای خوب هست، تاجیکایی که میبینن که کی خوب میگه کی بد میگه. تو امروز همیشه کاری میکنی که نفرانی که به خاطر فرهنگ صحبت میکنند گپهای قبیحشان بگوی. این هم یک دعوت است. من دعوت میکنم تو را، من دعوت میکنم تو را که بیا هدایت بیا. یک مرد کلان امروز پگاه سرت سفید میشه و بیچاره. وقتی که موضوع نداری، وقتی که علم صحبت کردن نداری، چرا باید خودت را بدرانی و دیگران را بدگویی؟ وقتی که میخواهی صحبت بکنی کمی بخوان. در زندگی یک کتاب را نخوانده، مردم را مسخره داری. باز هم فرزندان فرهنگ را، فرزندان علم و حرکت را میخواهی دشنام بکنی. تو اگر مردی بیا بدون دشنام صحبت بکنیم. تو اگر تاجیک میگوی خطا، چون که من 100% باوری دارم که تو تاجیک نیستی. تاجیک مثل تو نامرد نیست. شما اجنبیان، شما نفرانی که همیشه ما ملت را در یک وضعی میخواهید قرار بدهید که ما همیشه همدیگر را بد بگوییم، باید خوب بدانید این آرزوهایتان را به گور خواهید بود. میدانم که ترجمان میجویی که صحبتهایی که من کردم برایت ترجمه بکند، چون خود را مخاطب احساس میکنی. دوستای عزیز، باز هم یک بار دیگه از هیچ چیز نترسین. اینا دشمنا میخواهند شما را ترس بدن و از ترس شما استفاده ببرند و ما و شما را از علم و از حرکت جدا کنند. دوستای عزیز، انشاءالله که با کمک شما دوستان حرکت میکنیم، به خاطر زبان تاجیکی صحبت بکنیم، به خاطر فرهنگ تاجیکی صحبت بکنیم و باز هم با یک جایگی بگوییم زنده باد زبان تاجیکی و زبان تاجیکی نباید بمیرد. خدا حافظ تاجیکان عزیز.